چرا به یکی بگیم خاله توهینه ولی بگیم عمو چیز خوبیه؟ اینم بالاخره سوال ذهنش تغییر میکنه دیگه. چی گفت؟ وای به حالت اگر گیرم بیافتی. درود به شما دوستای نازنینم، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من النازم اومدم با یه ساعت خوش جدید. ساعت خوشه دیگه، میدونین تو ساعت خوشه چه خبره دیگه، چون خیلی ساعت خوش دوست دارین. یعنی من هر ویدیویی میسازم الناز کامنت خونی، الناز کامنت خونی، الناز کامنت خونی، ولی دریغ از یه دونه لایک. آره، دریغ از یه قلب، دریغ از این که این همه مدته تا اینجا با من اومدی اما سابسکرایب نکردی. اصلا روت میشه تو چشای من نگاه کنی؟ نه این چشای من روت میشه؟ زشته. برو که رفتی. دلپیچه داره؟ قضاوت نکنیم. شاید از درد داشت به خودش میپیچید. کاری ندارم که اصلا آهنگم بلد نبود، فقط آخرش رو یه همراهی میکرد به خیال خودش. شاید از درد داشت به خودش میپیچید. بارها گفتم که ما قضاوت نمیکنیم، قضاوت کار خداست، ما مسخره میکنیم. ببخشید خانوم، مشکلی پیش اومده؟ آره گفتم شاید دلپیچه‌ای، دلآشوبه‌ای چیزی داره. این همه سیراب شیردون رو ریختی بیرون، حداقل 2 تا کلمه هم حفظ می‌کردی. داشت تلاشش می‌کرد دیگه. اون آخر دیگه تمام تلاشش همین بود. الان ما حرف زدیم چی؟ یا با کفش اینم بر راه بریم؟ اجازه داریم ما قضاوت کنیم یا چی؟ اگه عکسشو نمیذاش من واقعا فکر نمی‌کردم پسر باشه عزیزم. چه وقتی تازه کاری و مدل نداری عزیزم. اشفاقاشو ادامه بده براش خواستگار پیدا میشه. خیلی ها که نشسته این همه تایم که خواهرش حالا یا مادرش نمیدونم میکاپش کنه و واقعا دمش گرم خیلی گوگولی بود. این پسر به امید بغل کردن رونالدو به سمتش میدوه اما جلوشو میگیرن و رونالدو از این اتفاقی که افتاد خیلی ناراحت میشه و صبر میکنه تا اون پسر بیاد و کاری که رونالدو بعدش انجام میده باور نکردنیه. رونالدو این طرفدارشو که داشت گریه میکنه. دوربینت آب مروارید داره؟ استاد گوشیتون عینکشو نزده. هر شبم تو گالری یکی دعوتیم. این اون. حاجی با قاشق فیلم گرفتی؟ بده بخوری. ایوا وضعیت مملکت الله خدا شیر آبی نمه ما شیر داد یه بارم ما بسن شیر آب به تو شیر نداد، به تو آب داد. واقعا شهر عجیبیه. شهر عجیبیه. از لامپ میپرسن احوال چطوره؟ میگه چه احوالی؟ کار به جای خوبش که میرسه منو خاموش میکنن. هندونه رو خودش خود. باجی قشنگ سطح طنز کشور یه تنه جا به جا که نکردی اینه توش. حداقل برادر کپی رایت میدونه چیه. دیگه سعی از صفر تا صد کار خودش در بیاره. سلام جان، خوبی؟ قربونت برم. مرسی. منو نشناختی؟ من اومدم اینجا بهت بگم که دوستت دارن، یه پیغامم برات دارن. اگه اجازه بدی بیای من داخل تقدیمتون کنم. در چرا بسته شد؟ پدر مشکوکه.
پدر خانواده. پدر مشکوک بود به قضیه بچه ها. درب ورودی هم فهمید که نباید وارد میشدید. داشت تلاش میکرد که بگه نیاین تو. خودتون دقت نکردی. باباش فهمیده از طرف دوست پسرش اومدن. اون دوتا قاچاقچی میشدن کمتر استرس میکشیدن. از نگاه های پدره دیگه ترسیده بودن ها. خواستن آهنگ تموم شد در رفت. داداش آهنگو عوض کن برای بابای جوادی استاری بخون. پدره گفت بذار آهنگ تموم شه و به دختره گفت بذار اینا برن. سورپرایز رو نشونت میدم. Soccer, Not millionaire. tennis, Billionaire. cricket, Not millionaire. swimming, Not millionaire. cycling, Billionaire. golf, Millionaire. skiing, Billionaire. sailing, Not millionaire. surfing, Not millionaire. چی گفت؟ میلینیر؟ چی میگفت؟ ها؟ فکر بیل میرم. ما هم بیل میریم. با هیچ چی کار ندارم. دوچرخه سواری چطوری رفت تو دسته بیلیونرها؟ دیگه تشخیص داد که بیلینیر. بیل میرم. انا استادای زبان رشته گرفتم من خدا. I am بیلمینیر. تو مگه مجبوری دختر؟ عرضل بری خونه هاتون شاهکار اکستنشن؟ نه بابا این شوخیه. ساده اینا. ساده شدی. بچه شدی. خدا وکیلی ناموسن خیلی خوب منونه. فکرم واقعا داره تعریف میکنه تا رسیدن به آخر. خیلی عالی شده. به شرطی که ویدیو رو از آخر به اول برگرده. موافقم. یه جایی هم این جلوی موشیه اینجوری داشت. دیدین؟ به دختر نگو گلم، نفسم، عمرم، زندگیم. اینا خیلی کم بگی خوبه ولی زیادش باعث میشه که دختر خسته بشه و ازت زده بشه. به جاش بگو بچم، فیتیش، ماهی، جوجه رنگی. دوست من اگر میخوای جذب زنان رو حرفه‌ای یاد بگیری پیجم رو فالو کن حتما، چون کلی نکات حرفه‌ای و جذاب توی این پیج میگم و این ویدیو رو بفرست برای دوست سینگلت تا اون هم بتونه از این پیج استفاده کنه و از تنهایی بیاد بیرون. مطمئنی؟ اینجوری که بدتر به شکست میخوره اون دوستمون اگه اینو براش بفرستیم. کلمات بالایی خیلی بهتر بود. چرا به دو باید بگیم فتیش؟ فتیش هم نه فتیش. چرا؟ ماهی قزل چطوری؟ من چه غزلا؟ این غزله که تو نوشتی. غزل رو اونجوری می‌نویسن. بس آدم حالا این گیر باید بدم. خوبی خودت خوبی. با دیدن این صحنه بازم پفک می‌خوری؟ نظر تو برای من کامنت کن. بله میخوریم پفک دوست میداریم. قربونتون شما خوبین؟ آره ما این صحنه رو 20 سال پیش دیدیم. راست میگه؟ خیلی قدیما هم اینو به ما گفته بودن ولی تاثیر نداشت. ما همچنان پفک میخوریم. سلام ممنون شما خوبین؟ بله ولی از حرارت دورش میکنم نسوزه. راضی شدی؟ وای موات خیلی خوشگل شده دقیقا همون که میخواستی. مبارکت بشه عزیزم. مرسی عشقم. آقای پایان کاره؟ ممنون ازت. بعد از محل دیگه ای نیست؟ تموم شد اینجا قضیه؟ چجوری میتونم وقت نگیرم؟ نرو اصلا به نظرم که نرو اون برا. یکی تو کامنت ها پرسیده عقدشونه؟ زرد عقدی. چرا بهش گفتن زرد عقدی؟ آره میگن زرد عقدی یا چیزی فکر کنم. اگه مشتری گفت باید بهم اشانتیون بدید نگو باور کنید صرف نداره، بگو بیا پشت دخت بهت میدم. اگه گفت نمونه کاراتون فقط همینه نگو حتما بیشترش میکنیم، بگو بیا برو تو کونه نمونه‌های بیشتر رو ببین. اگه مشتری گفت جنستون خوب نیست نگو اشتباه میکنید، بگو بله درسته جایزتون یه کاسه ام. اگه گفت مشتری همیشگیتونه نگو خیلی عالیه، بگو به خاطر دروغت باید بهت برینم. این چالش شما رو میلیاردر میکنه. با من تا شمش فاصله خیلی ناچیزه.
گوش ندین. مشتریایی هم که داشتین از دست میدین. استاد انقدر واضح و زیبا توضیح میدید دیگه جای سوالی باقی نمیمونه. خیلی هم جدی. اینجوری دیگه مشتری اولویت اول نیست. دیگه میره آخر دیگه میره. اما میره. مادر شوهری که برای عروساش برای بهره گرفتن از عروساش 5 میلیارد تخم خریده. جریانش چیه؟ همسرتون شغلشون چیه؟ همسرم تاجر خرما هستن. این دوتا هم عروسام هستن. اومدم براشون طلا بخرم. برای بهره گرفتن. خب این چی شد که برای ایشون 2 گل رو گرفتی؟ ایشون 3 گل گرفته. خب چرا برای هیچ کدومشون تک گل نگرفتی؟ چون عروس بزرگم هستن. براشون گرفتن. اینم عروس کوچیکم هستن. اینا براشون گرفتن. مادر شوهر مدلیه. چرا عروس کوچیکم هم که پسرم مجرده میام این تک گلو میگیرن. خب خیلی خوبه. حالا پس من از بینندگانی که دارن ما رو میبینن میخوام که اینو بفرستن عزیزای من واسه اونی که دوست داره عروس سوم آج خانوم بشه. یا چی گفت تخم؟ من تا حالا اصلا نشنیده بودم همچین چیزی. چقدر جالبه. مال کجاست؟ احتمالاً رسم جاییه. رسم جنوبی هست. خیلی هم با منت مادر شوهر داشت اینجوری میگفت ما اینو بفرستیم برای دوستامون، نمیخوان که این مادر شوهر منت بذاره. من میخوام زن حاجیشم، نمیشه؟ بیا بارو ببینم. همین یه کارمون مونده. یه آقایی نوشته بنده آمادگی خودمو برای ازدواج با پسر کوچیک حاج خانوم اعلام میکنم. که گربه کامنت گذاشته من اوکیم، فقط عقیمم و مردم. دیگه حیوانات هم دنبال منفعت خودشون افتادن. این گرونی. داش ناموسم مطمئن این مردونه است؟ داداش من واسه خودم هم برداشتم ببین. اگه خود برداشتی که این کارت با احترام خدمت شما رمزش هم 1199 رسیدم نمیخوام. این خدمت شما فدا کنم. امین تو اینجا بره نکنید چه کاریه. مبارک سیسی. اینو دیگه نیستم. آره من همیشه میگم چه اشکالی داره این کارو بکنن آقایون اون کارو بکنن. اون چیزای عادی ان. اینو نیستم. تو این رابطمون تو این رابطمون تو این رابطه که منو تو داریم هر روز جر و بس هر روز جر و بس واقعی نیست بابا داریم هر روز دعوا داریم مخ همدیگر رو مخ همدیگر رو واقعی نمیتونه باشه. باباش بوق بزن، بوق ممتد بزن. اوچ گرفت. میخوای اعصاب نداشتی میذاشتی یه وقت دیگه موزیک ثبت میکردی یا وقتی که آشتی کردی باهاش؟ این چیه؟ چی؟ من فکر کنم ما دخالت نکنیم بهتره. آره یه فوشم به ما داد. اصلا به ما چه؟ داداش ولی خالی شدی یا اعصاب نداشت. بله برونه. با مزه بودن. اولش بگم نسبا باب کم کنه. دست گلر دیدی؟ استند گل بود دیگه. یه سری هم گیر دادن به لباس عروس. واه که مثلا حداقل با وقار بودین چه ربطی داره دیگه؟ شورشو در نیارین که آقا دیگه خانوادهشون اینجوری ان، این مدلی هم میپوشه، پسرم دیگه دیده با کی داره ازدواج میکنه. ولی یه سوالی که خب بر من پیش میاد مثلا مراسم خواستگاری و بله برون و اینا، این مراسم خودمونیه، یعنی تو افراد درجه 1 هم دعوت میکنی که شلوغ نشه، ولی اینکه پخشش میکنی توی فضای کاملا عمومی که هر کسی ببینه، به نظر من باشم این کارو نمیکنم. یا اگه از خودش میدونه، یا اگر کسی هم میره
توی همچین مراسمی ویدیو میگیره پخش میکنه، اون که دیگه خیلی آدم نابودیه. آره وگرنه لباسش و اینا توی جمع خودشونه، بله برونش، نامزدیش، خواستگاریش ربطی هم نه به حجب داره نه حیا داره نه هیچی، سبکشون این مدلیه. فقط اون نکته بعدی رو من خواستم بهش اشاره کنم که شما در جریان قرار بگیرید. لذت آلو؟ خیلی خوشمزه. چته؟ خیلی خوبه. کم شدم. خیلی خوشمزه. ای خدا اینو به کی بگم؟ ای خدا. خدا هیچی دیگه نمیخوام. خدا چشه؟ اینو بزن خفش کن، دیشو میدم، ناموسان دیشو میدم، خفش کن. این مسخره بازی ها چیه؟ من از اون موی سفیدت خجالت بکش. استاد میشه واکنش هندونه هم بذارید ولمون کنین دیگه بابا، تو خدا. هندونه واقعا همون هندونه‌ایه که میخنده، همون وصلتونه. ما الان 47 ساله و 26 ساله ایم، ولی یه زمانی 21 ساله و 1 ماهه بودیم. باباشه. اجازه بدین تا الناز اینجاست اصلا نهگران نباشید. باباشه نفس عمیق بکشید. کی نوشته اینو؟ باباشه نفس عمیق. اگر من خودم معترض بودم این قضیه. پایان چالش. آره شوکی که به همه وارد شد، من پایان چالش رو همینجا اعلام میکنم در همین لحظه. یه سوال که میگفت چی شده؟ چه خبره اینجا؟ چرا؟ یه نفر میگفت آخرش هم نگفت چی میگفت. میگفتی حداقل به ما که چی میگفت. وقتی مربی میگه من دیر میرسم شما گرم کنید تا بیام، دیگه داشتن خودشون رو فنا میدادن، گرم نمیکردن. وقتی پول اسانس دادیم ولی تعدادمون کمه. مثلا شبیه محتوای خوابامون بود. اگه به جای مستقل شدن زن یه قاچاقچی شده بودی، الان راحت اینا رو میخریدی. میخوام نخری 100 سال سیاه. پیدا کردن قاچاقچی با تو، زن شدن و خرید از تو با من. نه بابا. قاچاقچی های عزیز یه کامنت بذارید پیداتون کنم، اوضاع خیلی خیته. ادای تای ناخونا مال دخترای منه. من تمام حواسم به ابروهاش بود. رو ابروهاش برای 13 بدر سال آینده از الان میشه جا بگیریم. یکی نوشته چرا طرح شبیه شورته؟ طرح ناخونه؟ چی کار داری تو؟ کدوم شورته این شکلیه؟ وقتی مدل عکاسی شیک دنسره؟ حالا چه ربطی داشت؟ چه ربطی داره؟ چرا باید بری وایسی شیک بزنی وقتی میخوای عکس بگیری؟ بعد عکسی هم شیک ندیدیم ما. کلی سوال دارم. من همینطور. با پیج کاری میشه فوش داد؟ من تا حالا فوش ندادم. نه به نظرم نکنی، کار زشته. ایشونو میشه قضاوت کرد یا باز تو روشن فکری بمونیم؟ نمیدانم. سوال منم بود دیگه. چرا وسط کلیپ عکاسی باید بره شیک بزنه؟ این سوال منم بود ولی جوابی براش ندارم. میگم که چرا به یکی بگیم خاله توهینه ولی بگیم عمو چیز خوبیه؟ اینم بالاخره سوال ذهنش درگیر میکنه دیگه. به هر حال پیش میاد که سوالی ذهنش رو درگیر کرد. شما 105% حرفتون درسته.
دقیقاً خودش. متوجه نشدم چی گفتی ولی مطمئنم حرفت درسته. ولی حالا نمیدونم. نظری ندارم. از اون مواقع است که دهنم بستنی هم دارم. دوستان نازنینم مرسی که با من همراه بودین. یاد نره ویدیو لایک کنین، چک کن حتما کانال ساب داشته باشی. یه قلب خوشگل به خوشگل و قلب قشنگ تو کامنت برام بذاری یا تا یه ساعت خوش دیگه 2 تا ویدیو رو سفر از دست نده اگه ندیدی و مهمتر از همه میدونی که خیلی دوستت دارم. پس چی؟ خدا نگهدار تو باشه.